سلام، خبرهای مهم رادیوی آزادی را از روز دوشنبه هفتم اپریل تقدیم میکنیم. انتخابات ریاست جمهوری روز 5 اپریل افغانستان با استقبال گرم جامعه جهانی و همچنین مقامات تاجیکستان روبرو شد. وزارت امور خارجه گفت تاجیکستان طرفدار این نفر است که از جانب مردم افغانستان انتخاب می شود. در حالی که نتیجه های نهایی انتخابات 14 می اعلان می شوند، حالا در افغانستان بیشتر درباره احتمال برگزاری دور دوم انتخابات حدس زده می شود. ما سردبیر برنامه‌های رادیوی افغانستان آزاد قادری حبیب را پای صحبت کشیدیم. آقای حبیب، طوری ما در انتخابات گذشته پرزیدنتی افغانستان شاهد شدیم آنچه که تحلیلگران و سیاستمداران پیشگویی می‌کردند با نتیجه‌های نهایی رسمی انتخابات در نهایت تفاوت داشت. فکر میکنید حالا هم عین همین گونه حالت است و ما باید تنها منتظر اعلان نتیجه های رسمی انتخابات باشیم و یا از حالا هم میشود گفت که چی کسی پیشتاز مسابقات است؟ بله، من فکر میکنم که باز هم باید منتظر اعلام نتایج نهایی انتخابات از جانب کمیسیون مستقل انتخابات ماند. در انتخابات گذشته رئیس جمهور حامد کرزی رئیس جمهور برحال بود. به شکل از اشکال گمانه‌زنی ها بیشتر رویی بود که رئیس جمهور دوباره انتخاب خواهد شد، اما در این انتخابات هیچ یک از کاندیدان در حکومت فعلی جای و مقام ندارند. و با نظر داشتی آنچه که شما حالا گفتید ما میتوانیم انتظار انتقال آسایشته قدرت در افغانستان شویم و یا طور تحلیلگران هم میگویند این گونه یک سناری، این گونه یک طرح هم موجود بوده میتواند که حامد کرزی تلاش خواهد که نامزدی مورد نظری خود را بالاخره سر کرسی پرزیدنتی نشاند. بله، ما از آغاز مبارزات انتخاباتی به این سو تحلیل‌های از تحلیلگران داشتیم در ارتباط به این که رئیس جمهور حامد کرزی نامزد مشخص در انتخابات داره و در بسیاری موارد از زلمه رسول نام گرفته شده، اما اونا خودشان هم گفتن که امان طوری که اینا وزیر خارجه بودن در حکومت آقای کرزی، اشرف غنی هم وزیر مالیه بوده و عبدالله هم وزیر مالیه بوده و اینا هم روابط نزدیک با رئیس جمهور داشتن در گذشته. اما ای که نتایج انتخابات را تا چه حدی کاندیدا میپذیرن این موضوع مورد بحث است، چرا که پیش از ای که انتخابات برگزار شود یک تعداد از کاندیدا در ارتباط به تقلب در انتخابات جدا ابراز نگرانی کردند و یکی از دلایلی که شما در سوال قبلی هم مطرح کردین و من گفتم که منتظر اعلان نتایج توسط کمیسیون انتخابات باشیم، همین موارد تقلب هم هست که نزد کمیسیون مستقل انتخابات بیش از 1000 مورد تقلب انتخاباتی ثبت شده. اینا هم به رسیدگی نیاز دارن و احتمال داره که البته پیش از وقت است ما بگویم، اما احتمال داره که بالای نتایج انتخابات همین تقلب هایی که بررسی میشه هم تاثیرگذار باشه. یک ساکن ناحیه وخش مقامات پلیسی محلی را در شکنجه و کشتار پسر 26 سالش ایبدار میکند. جنید حمیدوف میگوید که پسرش نظام الدین شب 30 به 31 مارس با گمان غارتگری بازداشت شد و روز 1 اپریل به ادعای پدر بر اثر شکنجه شدید درگذشت. مقامات پلیس گفتند که این جوان خود را در داخل اتاق بازداشتگاه آویخته است. پدر میگوید آثار شکنجه از جمله استخوان‌های شکسته تن فرزندش را ثبت کرده است. جنید حمیدوف میگوید با دادستان کل شکایت رسمی نوشته است. فعلا دفتر مطبوعات وزارت داخله در رابطه با این حادثه اظهار بیخبری میکند. مرکز دفاع از حقوق انسان خانواده جنیدوف ها را با وکیل دفاع تامین کرد. در دوشنبه اخیراً آزمون زن صاحب زمین نتیجه گیری شد که از میان 400 نفر اسم 30 بانوی موفق را در ساحه زمینداری در ولایت ختلان معرفی کرد. این آزمون با هدف جلب زنان به کار رهبری خواجگی‌های دهقانی و بالا بردن نقش آنها در ساحه کشاورزی برگزار شده است. حالا تنها در ولایت ختلان 18,000 زن با کار کشاورزی مشغول هستند. بیشتر زنان رهبر از بلند بودن انداز، نرسیدن تجهیزات کشاورزی، کمبود نوری‌های مینرالی و تخمی و پایین بودن درآمد شکایت میکنند.
дар ноҳияи Темурмалик мақомот бо сарфи $1,500 муҷассамаи доҳии пролетариатро ки дар майдони марказии ин ноҳия пойдор аст тармим карданд. раҳбарияти ҳизби коммунисти Тоҷикистон ки аз ин хабар изҳори хушҳолӣ кардаанд мегӯяд дар саросари ҷумҳурӣ ҳамоно 66 муҷассамаву нимпайкараҳои Ленин ҳифз шудаанд. баъди пошхӯрии шӯравӣ дар аксар манотиқ аз ҷумла маркази Душанбе ҷои Ленинро муҷассамаҳои Исмоили Сомонӣ гирифт. хабарҳои бештарро аз сайти интернетии Радиои Озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ, Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи телефони ҳамроҳи худ пайдо кунед.